به نام خدا. سلام بچه، آموزش دستبند با مهره. من از این مهرهای کریستالی سایز 6 دارم استفاده میکنم و نخ دستبند که میتونید از خرازی ها تهیه کنید به اندازه‌ای که دوست دارید. البته به اندازه ببینید دور مچتون. خب مثلا دور مچتون 17 شما دیگه 14-15 سانت مهره بندازین. بعد این انتهای این مهره ها رو یه گره معمولی میزنیم. چرا میزنیم؟ چون این مهره حرکت میکنه. برای اینکه حرکت نکنه ما باید این کار رو انجام بدیم. خب بعد یه 10-15 سانت نخ میبریم و این وسط رو گره کشویی میزنیم، یا همون گره مربع یا گره آسانسوری بهش میگیم. آموزش گره کشویی هم انشالله به زودی براتون میذارم. حتما پیج رو فالو کنید چون کلی آموزش های رایگان ما داخل پیج داریم. 1 سانت خورده ای بچه ها گره کشویی بزنید، زیاد بلند نباشه. بعد میایم این بندا رو هر کدوم یه دونه مهره میندازیم و کنار هم میذاریم تا به یک اندازه باشن. 7-8 سانت ازش میذاریم. بعد این اضافه رو ببینید بچه ها، من اینجا اضافه نخا رو بریدم تو قسمت گره کشویی و ذوب کردم. این قسمت هم همین کار میکنیم. 7-8 سانت بلندی رو الان من براتون نشون میدم. 7-8 سانت میذاریم و بعد این قسمت رو هر کدوم از این نخا رو جدا جدا از این بندا رو گره میزنیم و اضافهش هم میبریم و میذاریم کنار. بعد با فندک ذوب میکنیم و دیگه دستبند ما آماده است. اندازه رو توی کپشن مینویسم، حتما کپشن رو بخونید. مرسی که هستید.